قصه ناظم از مجموع قصه های مجید نوشته هوشنگ مرادی کرمانی. کتاب سوم. قصه گو اشرف سلیمانی. گوشه لحاف رو پس زدم. صورت بیبی رو نگاه کردم. همانجور که قلیان میکشید گفت: تو مدرسه گفتن که تو پخمه ای؟ جوابش را ندادم. معلوم میشد که از صرافت فکر و خیالهای ناجور افتاده است. دنباله حرفش را گرفت. خودت هوس کردی که کفش فوتبال داشته باشی یا تو مدرسه گفتن؟ گفتم تو باید بیای مدرسه. دیگر حرف نزدم. او حرف زد. از زمین و زمان گفت. درد دل کرد. نصیحت کرد و گفت آدم نباید بابت این چیزها معرکه راه بندازه. من فکر میکردم آیا چه اتفاقی افتاده. رفته بودم زیر لحاف. گلوم داشت از زور گریه میترکید. میترسیدم بلند بلند گریه کنم. میترسیدم بیبی ته و توی قضیه رو در بیاورد و من همه چیز را بریزم رو دایره و آن وقت پناه بر خدا از حال و روز بیبی. آن شب تا نزدیک سحر پلک نزدم. همین جور چشمهام باز بود. مثل مرده گناهکار هی پهلو به پهلو شدم و عذاب کشیدم. فکر کردم. داشتم دیوانه می شدم. یکهو نصف شب بلند شدم و تو رخت خواب نشستم و بلند گفتم بیبی من نمیخوام نویسنده بشم. نمیذارن هرچی میخوام بنویسم. اما بیبی خواب بود و صدام رو نشنید. اتاق ظلمات بود. نفسهای آرام بیبی می آمد. صبح تاریک و روشن بیبی داشت سر حوض دست نماز می گرفت که از خواب پریدم. پا شدم کارهام رو کردم. بیبی هنوز سر جانماز بود. چرخم رو برداشتم و از در خانه زدم بیرون. ناشتا. تا بیبی آمد صداش رو بلند کنه که کجا میری؟ از خم کوچه رد شدم. یک راست رفتم دم خانه آقای حسینی، معلم قبلی انشا. از لای در نگاه کردم، دیدم پرنده تو خانه پر نمیزند. ایستادم. هوا حسابی روشن شده بود که برق آقا را از ته کوچه‌شان دیدم. پالتویی تنش بود. نان خریده بود و داشت می آمد. خوشحال شدم. رفتم جلوش. سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر. سلام، چطوری مجید؟ چه شده این طرف ها پیدات شده؟ هیچی، همین جوری اومدم سلامی بهتون بکنم. صبح به این زودی؟ دلم براتون تنگ شده بود. شما که دیگه مدرسه ما نمیان. خیلی ممنون که به فکر من بودی. میخواستم یک جوری سر حرف رو باز کنم اما نمیدونستم چه جوری. دنبالش رفتم تا دم خونشون. گفت بیا تو، صبحونه خوردی؟ نه، میل ندارم. به نظرم ناراحتی. گرفتاری برات پیش اومده؟ بی اختیار آستینش رو گرفتم. آقا دستم به دامنتون، بیچاره شدم. منو از مدرسه بیرون کردن. چرا؟ چی کار کردی که بیرونت کردن؟ انشا نوشتم. آقای ناظم خوشش نیومد. کتکم زد و بعد گفت فردا مدرسه نیا. بیبی باید بره پرونده‌مو بگیره. عجب. مگه چی نوشته بودی؟ جریان مردشور و گوساله رو براش تعریف کردم. خندید و گفت کار درستی هم نکردی ها. گفتم اگه شما بودین، اگه خوشتونم نمی اومد گذشت می کردین، نصیحت هم می کردین. نرم و مهربان گفت حالا ناراحت نباش، کاریست که شده. تو زندگی از این چیزا خیلی پیش میاد. تو که میخوای نویسنده بشی باید خیلی چیزا رو بدونی و تحمل کنی. نترس، خواستن ازت زهر چشم بگیرن. یا تو
بیا تو با هم صبحونه بخوریم، دیرم میشه. آقا صبحونه نمیخوام. فکری به حالم بکنین. کاری کنین که پای بیبی به مدرسه نرسه. آبروم میره. من به مدیرتون تلفن میکنم. قصه نخور. همه چیز حل میشه به امید خدا. آقا ناظم رو چجوری راضی کنیم؟ دارم دق میکنم آقا. دنیا که به آخر نرسیده. مدیر از زندگیت خبر داره. با ناظم حرف میزنه. کی برم مدرسه آقا؟ حدود 2 ساعت دیگه. من با مدیرتون حرف میزنم. بعد برو پیش خودش. آدم خوب و دل رحمیه. خدا عمرتون بده آقا. اگه نویسنده شدم داستانی می نویسم و توش میگم که شما آدم خوبی بودین. خندید. دست زد به شانم. تعارف کرد که نان بخورم. تکه‌ای از نان تازه‌اش کندم و گذاشتم تو دهانم. آقا رفت تو. خوشحال بودم. نان خوردم و تو کوچه به چرخ رکاب زدم و رفتم. 2 ساعت دیگه. از این و آن میپرسیدم ساعت چنده؟ و تو خیابان سوار بر چرخ میرفتم. میبایست وقت را بکشم تا سر موقع بروم پیش آقای مدیر. میدانستم که حرف آقای حسینی حرف است و حتما به مدیر تلفن میکند. اما ته دلم خالی بود. میترسیدم یادش بره. بچه مدرسه یا کتاب و کیف به دست به مدرسه میرفتن و من حیران و سرگردان تو خیابانها و کوچه ها پلاس بودم. میخواستم بروم دم مدرسه و آنجا بایستم و انتظار بکشم، اما ترسیدم که چشم بچه ها بهم بیفته و آبروم بره. دلم هوای مدرسه، هوای کلاس را کرده بود. کتاب و دفترم به دسته چرخ چسبیده بود. کشها کتاب و دفتر را روی دسته چرخ نگه داشته بودند. از جلوی چند مدرسه رد شدم. بچه ها تک تک و دسته دسته می رفتن تو. ناظم گفته بود فردا مدرسه نیا. بی خودی تو خیابونا گشتم و به چرخ رکاب زدم. دکاندارها دکانها را باز می کردند. خاک و خل جنسهاشان را می تکاندند و به در و دیوار آویزانشان می کردند. پیرمردی پالتوی مشکی پوشیده بود و تند تو پیاده رو راه می رفت. قیافش به معلم ها می خورد. پایان بخش 8.